خب دایره‌ای که شما مشاهده میکنید با عنوان دایره اسم اعظم شناخته میشه که حالا تو خیلی از کتاب‌های معتبر علوم غریبه هم اومده به مستند. حالا بیشتر اگر بخوایم که در خصوص این نسخه با هم دیگه صحبت بکنیم، حالا نسخه شناسی اینها بماند که یک مبحث و صحبت دیگری است، اما خب میتونید در نسخه های جناب بونی یا نسخه هایی که مرتبط به علم حروف هست بیشتر اینا رو پیدا بکنید که خب طبیعتا پیدا کردن اینها یه قضیه است، یه بخشی از داستانه و استفاده از اونها یک طرفه مسئله هست. برای اینکه شما بتونید از این دایره استفاده بکنید، حالا این دایره به چه کار میاد باید این رو اول معنی بکنیم برای خودمون. معناش به این هست که این یک نوع حرزه، یک نوع حجابه، یک نوع ادعیه‌ای هست قرآنی برای فتح مهمات، برای گشایش ها، برای مطلع شدن از حتی عالم غیب و جلوگیری از وقوع مشکلات ماورایی مثل چشم زخم، مثل عرض شود که نظر و نوعی نظربند هم به حساب میاد. عرض کنم خدمتتون که یه جاهایی هم با عنوان دافع السحر، این هرزی که الان شما میبینید به نوعی دافع السحر هم هست. حالا این بسته به اون کسی که میخواد این رو بنویسه، بسته به روحانیت نفر خیلی یه چیز متفاوتی میشه. فرض بکنید که من یک نفری هستم که نماز نمیخونم، من یک نفری هم که اصلا قرآن تا حالا نخوندم، من نفری هم که طهارت ندارم. خب طبیعتاً با کسی که به شرعیاتش میرسه، با کسی که به قول معروف نماز روزه داره، فلان داره، اعمال داره، چله داره، روحانیتش بالاتره، نوشتن من با اون نفر خیلی فرق داره. کسی که روحانیت داره دست به قلم میشه با کسی که روحانیت نداره خیلی خیلی تفاوت هست بین این دو که بیان و از یک ادعیه‌ای جواب بگیرن. جواب گرفتن توی علوم غریبه 2 مبحث اصلی داره، یکیش نفس، دومی نفسه. نفس معظم، نفس اون کسی که میخواد ادعیه نویسی بکنه دست به قلم بشه باید پاک باشه و نفس معظم باید گیرا باشه، باید به قول معروف نفس گرمی داشته باشه که بتونه اون ادعیه‌ای که نوشته رو با روحانیت خودش، با تلبیس کردن روحانیت خودش بتونه که اون رو فعال بکنه. حالا اینم یک طرف قضیه است. خب پس ما گفتیم که برای اجابت گرفتن قلم، برای اینکه ببینید خیلی ادعیه ها، خیلی احراز، خیلی حتی همین ارز امام جوابی که خیلی مشهور شده و همه دارن می نویسنش، حتی این هم، حتی خیلی خیلی چیزهای ساده تر، خیلی چیزهای قوی تر برعکسش نیاز به روحانیت داره. یه وفق ساده شما برداری بنویسی، خب یکی که مثال میگم مشروب میخوره، یکی که اهل قماره، یکی که فساد داره، اون بنویسه طبیعتا جواب نمیگیره. مثل سودوکویی هست که مثل بازی هست که بازی با اعدادی هست که بچه ها تو مدرسه الان دارن می نویسن به جدول های یه کاغذیه، یه جوهریه که پاشیده شده روی کاغذ، اصلا هیچ اثر روحانی نداره. اما برعکسش نفری که چله داره، نفری که نماز روزه داره، اعمال داره، ذکر داره، فلان داره، خب اینها هست که روحانیت نفر رو با اون طلسم متلبس میکنه، در واقع تلبیس میکنه روی این قضیه، روی اون نوشته‌ای که داره. اصلا چرا ما چله میکشیم؟ چرا چله ها داره؟ اصلا علوم غریبه چرا با چله ها و چلچله ها اخت شده، همسان شده، همسو شده؟ دنبال هر ادعیه‌ای که بری نگاه بکنی چی هست؟ پشت سرش
یه ریاضت گفتن. مثال میگم، میری حتی آیات قرآنی، سوره قرآنی، موکلین قرآنی، دنبال موکلین قرآنی که میری، حداقل میگه برو یه 3 روز ترک ایوانی داشته باش، روزه بگیر، فلان کن، 5 روز، 7 روز، 14 روز، 21 روز، 45 روز شده. حتی ریاضت هایی داریم که 6 ماهه هستن. چرا این ریاضت ها به وجود اومده؟ به خاطر اینکه نفس معظم رو تربیت بکنه. چرا ترک ایوانی میکنیم؟ چرا روزه میگیریم؟ به خاطر امتیاز گرفتن نیست. مثل این میمونه که شما بگی من نماز میخونم که برم بهشت. نه، اینطور نیست. مثل این میمونه که شما میگی من روزه میگیرم که خدا به قول معروف به من یه پرژیا بده، یه ماشین بده، یه 206 بده. این نیست. علوم غیبه هم اینجوریه. ما چله نمیکشیم که خدا این طلسم ما رو به اجابت برسونه توسط موکلین. متوجه شدی چی میگم؟ ما چله میکشیم که نفسمون پاک بشه، نفسمون گیرا بشه. ذکر میگیم که نفسمون گیرا بشه، نفس گرمی پیدا بکنیم. حالا سلسله صحبت ها زیاده در این خصوص، من زیاد نمیخوام سردرد بدم به دوستان. صحبتم اینجاست که تک تک ادعیه هایی که در علوم غیبه نوشته میشه اثر دارد، به شرط اینکه نفر خودش چی باشه؟ نفر خودش جوهره داشته باشه. شما اگه جوهرشو نداشته باشی مثل استعداده. من اگر استعدادشون رو نداشته باشم برم اتاق عمل، باور بکنید نمیتونم حتی خونو ببینم. یعنی خونو ببینم ممکن حتی فشارم بره پایین، استرس بگیرم، فلان کنم. نفر هست استعدادشو داره، مثل قصاب میره بالا سر مریض، قشنگ از قفسه سینه تا نافش برش میده، قشنگ باز میکنه، بیا و ببین. استعداد. نفر میره بهترین راننده میشه، نفر هست سوار دوچرخه هم نمیتونه بشه. استعداد باید در علوم غیبه باشه. یک. دوما جوهره اعمالت رو، یعنی در واقع نون اعمالت رو داری میخوری در علوم غیبه، چه خوب باشه چه بد. اینجاست که کارنامه ها میاد وسط، کارنامه اعمال میاد وسط. یکی شب نمیخوابه، نماز شب میخونه، ذکر میگه، قرآن میخونه. خب یکی میشینه از اول شب میخوابه تا لنگ ظهر، نه نماز صبح داره، نه نماز شب داره، نه ذکر میدونه چیه، نه علوم غیبه میدونه چیه، نه طهارت داره. وفقی که این مینویسه با وفقی که اون مینویسه خیلی فرق داره. خب برای نوشتن این هرز، یعنی دایره اسم اعظم، حالا بحث اسم اعظم یه مقوله خیلی خیلی مفصلیه که نمیخوام الان واردش بشم. فقط صرفا اسم این رو علماء علوم غیبه و علماء علم حروف ما گذاشتن دایره اسم اعظم. خب این رو فقط مشخص کنیم کافیه. برای استفاده از این هرز و نوشتن این هرز شما باید یک پارچه پنبه داشته باشی، ترجیحاً سفید باشه، و یا روی کاغذ سفید بی خط و نشان. خب جوهر روحانی باید درست بکنی. قبل نوشتن باید 66 بار به قلم و به روی کاغذ و به طرف قفسه سینه خودتون 66 بار اسم الله رو، اسم خداوند رو ذکر بکنید و 11 بار صلوات بفرستید. بعد شروع به نوشتن بکنید. خب وقتی که شروع به نوشتن کردید هم باید در دلتون اسم الله رو ذکر خفی بگین، ذکر درونی، ذکر دلی بگین. خب یعنی به زبون نیارید ولی درونن زمزمه بکنید الله رو، اسم خداوند رو. خب و این رو با حبر روحانی، یعنی در واقع با جوهر روحانی که درست کردین بنویسید. خب یا باید پوست آهو باشه یا کاغذ سفید باشه یا پارچه پنبه. درست شد؟ حالا وقتی ما میخوایم از این استفاده بکنیم، آخرش یه عزیمت داره که باید اون عزیمت هم بعد نوشتن روی اون هرز خودمون بخونیم و با خودمون حمل بکنیم. 3 دفعه باید
این عزیمت رو روی این نوشته باید ما بخونیم.